سرخط مهمترین خبرها: رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در خوجند وام می‌خورند. شرکت چینی درازترین پل آسیای مرکزی را در تاجیکستان می‌سازد. از شکایت ساکنان دهه سرواده از آب افلاس. درود بینندگان عزیز، خوشحالم که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 26 فوریه سال 2025 است. برنامه را از یک خبری آخرین شروع میکنیم. باریدن برف زیاد حرکت در برخی راههای اساسی تاجیکستان را مشکل کرده است. شرکت ایرس مسئول نگاهبین و جمع آوری پل در راه دوشنبه چناق گفته است شب گذشته در یگانه مسیر به شمال کشور چندین ترمه فرآمد. صبح 25 فوریه راننده و مسافران این ماشین یک سبورف که در راه دوشنبه چناق زیر ترمه مانده بودند نجات داده شدند. با گزارش شرکت اینویت راو سولوشنز تنها شب گذشته در راه دوشنبه چناق 7 ترمه فرآمد و باریدن برف همچنان ادامه دارد. این راه فعلا برای حرکت گشاده بوده است، اما هر لحظه میتواند بسته شود. هم از حالا در آخر فصل زمستان و اول بهار فرآمدن ترمه حرکت در راههای تاجیکستان را مشکل میکند. طبق اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده تا 26 فوریه باریدن برف زیاد در کشور پیشگویی می شود. این نهاد از یخبندی، فرآمدن ترمه و آبخیزی هشدار داده از ساکنان خواسته است که سفر به منطقه‌های کوهی خودداری نمایند. روز 31 مارس امسال رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در شهر خوجند وام می‌خورند. در این باره ایدل بایسالوف معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان خبر داده است. مقامات تاجیکستان در این باره رسما چیزی نگفتند. با گفته بایسالوف دیدار رهبران سه دولت قدم مهمی برای مستحکم کردن همکاری‌های منطقوی خواهد شد. با گزارش رسانه‌های قرقیزستان در نظر است که امامعلی رحمان و صادر جباروف سازشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان و قرقیزستان را امضا کنند. روز 21 فوریه این سند از سوی رهبران کمیته امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان در بیشکک امضا شده بود، اما جزئیات سه سازشنامه که از سوی سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف امضا شدند رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری‌های خونین شد و از هر دو جانب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات تاجیک میگویند که یک شرکت چینی در تاجیکستان پل یا کوپروک میسازد که در آسیای مرکزی نظیر ندارد. به اطلاع وزارت نقلیات، پل 920 متره در بالای دریای سرخاب و در حدود ناحیه نورآباد ساخته می شود. با گفته منبع این پل را شرکت چینی ژچیانگ کامیونیکیشن کانستراکشن گروپ با خرج قریب 60 میلیون دلار می سازد. در خبر رسمی نآمده است که مبلغ برای ساختن این پل از کدام حساب است. مقامات تنها گفتند که پل درازترین در آسیای مرکزی در مدت 4 سال ساخته می شود. مهلت آغاز ساختمان معلوم نیست. ساکنان شهرک سرواده ناحیه عینی با ارسال ویدیو به رادیوی آزادی از افلاس بودن آب نوشاکی در جای زیستشان شکایت دارند. به گفته مؤلف نوار، در سرواده زیاد از 5000 نفر زندگی میکنند و چند سال است که آب افلاس را می نوشند. ظفق بیگ میرزایف ساکن سرواده از رئیس جمهور امامعلی رحمان درخواست کمک کرده است. نوار فرستاده این ساکن ناحیه عینی را با هم ببینیم. آبی ما میخوردگی ببینید امامعلی رحمان. اینو ببینید. از شما احترام میکنیم. خلق انام این مسافر سرواده زیاده 5000 تا آدم زندگی میکنن اینجا. در 5-6 سال شد که آبی ما انمی احوال. این آب حرام ما فرزندان ما خوردن. چرکین افلاس. پیش را اسکندرکل می اومد حال دنی فصل آوردن تماما خوردن نمیشه. در نش با موی های چرک های تمامی بلا بتر از دنیا آب های. در این هر یک سکسه می دوما آب چرکه آمدن. از شما خواهش میکنیم یک بار یک کمیسیتون بیادین احوال ما بینه. ما فرزند داریم، نمیرها داریم. این همه کسلیه شدن. یکان چوره بینیم جناب بیالی از شما التماس میکنیم. همین دردی ما رسید. ما تو که این خیلی عذاب میکشیم پولیش سپردی سیم کن. پولی آب ما میسپاریم. نه که آب این احوال بینه. این تماشا کنید جناب بیالی این احوال ما. از شما خواهش میکنیم. مایلی ما اوجا 60 گذاشتم پنسیونر. اونه که نمیروی ما کسل میشه بالنیسیه کسل زیر کرست نه حالا بینه من بودی که نمیره بینه چی اولا از شما خواهش میگم یکون چوره بینه دمینا از شما خواهش میکنیم من نامی 5000 آدم از شهرک سرواده
تامین ساکنان با آب تازه یک از مشکل‌های اساسی در منطقه‌های تاجیکستان گفته می‌شود. طبق اطلاع کارخانه خواجگی منزله کمونالی، تنها 66% اهالی تاجیکستان با آب آشامیدنی تامین است. بینندگان عزیز، شما هم می‌توانید مثل این ساکن ناحیه عینی درباره مشکل خود ویدیو گرفته بر رادیوی آزاد فرستید. اوکراین و ایالات متحده آمریکا درباره کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک اوکراین بر توافق رسیدند. فاینانشل تایمز می‌نویسد که سازش پس از آن حاصل شد که واشنگتن از طلب‌های نسبتاً وزنین دست کشید. در این باره نشریه اوکراینسکا پراودا هم خبر داده است. به نوشته رسانه‌ها، این پیمان می‌تواند راه را برای عهدهداری درازمدت ایالات متحده آمریکا در تامین امنیت اوکراین باز کند و بخشی از برنامه ختم جنگ باشد. پیشتر خبر داده شد که ولادیمیر زلنسکی از امضای طرح اول این سازشنامه دست کشید و این کار مناسبت کیف و واشنگتن را سرد کرد. در نظر است که سازش نو از سوی وزیران کارهای خارجه آمریکا و اوکراین امضا شود. این سند تأسیس فوند سرمایه‌گذاری و بازسازی را پیش بینی می‌کند. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره‌های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ‌های صرف شده آمریکا میباشد. رئیس ناحیه به نام باباجان غفورов در ولایت سوغد می‌خواهد کمبودی منزل را با ساختن بناهای بلند آشانه حل کند و از این رو چند قرار بنیاد بلند آشانه ها را امضا کرده است. یک از منطقه‌های زیچی اهالیش بلند جماعت یاوه است، ولی بعضی عائله‌ها در این جماعت میگویند چرا چنین بلند آشانه ها باید در جای حولی آنها ساخته شود، هرچند در اطراف مکان‌های خالی زیادند. ادامه موضوع در گزارش فرزان محمدی. عموما وضعیتمون بلندآشانه قطعی تا همین نزدیکی ها احوالمون خوب نبود، قریب که نبود. رئیس ناحیه‌ای به نام باباجان غفورov ولایت سوغد می‌خواهد کمبود منزل را با ساختن بناهای بلندآشانه حل کند. وی میگوید از حدود 400,000 اهالی ناحیه حالا بیشتر از 200,000 خواستار زمین نزد حولگی اند، ولی ناحیه زمین زیاد ندارد. نصرت الله سلیمزاده گفت که یکی از منطقه های زیچی اهالیش بلند جماعتی یاوه است. چی گفتم؟ همین گپا من یاد نبره. من ممکن 5 سال نباشم، نگه 5 سال پس همین یاوه چی میشه؟ تماشا کنه. که برای همین مردمی همینجا آبادی همینجا حاضر بینین چه هوا. برای 1 متر آدم کشی، 1 متر جا. باور کنین اگر. از یک بینو ببینین چقدر آدم صاحبی تمام شرایط میشه. چه آدم است بکنه برای سوال. برای این از جمله قرار شده است که شرکت تاجیک معاصر ساختمان در تقریباً 33 صدیق زمین جماعت یاوه بنای نو سازد. برای این باید 7 حولی ویران کرده شود. رئیس ناحیه اقرار میکند که نقشه اعتراضهای زیادی را به وجود آورد. مراجعاتی های زیاد شدی، مثلا قطعی یکمش که همین 5 تا خانه که قدر مراجعات کردن تا اینا تلویزیون شما دام برآمداشان بود، همونو من فکر میکنم پگر احمد میگن صاحب خانه های علایده 1 نفرش 3 نفر برادر 3 نفر چند ساتیق ده 4 یا 6 ساتیق ده 6 ساتیق ده همونجا برادر یا ودا یگان پدرشان مردگی ولی وصیت میکنن دیگه حجت به حجت هر سه همین 6 ساتیق ده خانه کردگی. این 3 عائله جنگ و جنجال همش خواهی نخواهی حیاتای همینا صاحب همش علایده خانه میشن، حجت ندارن، فقط یک تخت پاسپورت شهادتنامه استفاده بر همون زمین. برای همین این طرفی کارا هم است. در این حولی ها 10 ها عائله با پیوندانشان زندگی میکنند. آنها گفته بودند که در این روزهای سرد از مقامات محلی هشدار گرفتند تا خانه هایشان را خالی کنند. تنها در یک عائله شریفوف ها 15 کس زندگی میکند. کجا میری؟ من گفتم مننده یک وجبم جای اضافگیم نیست گفتم. چشمی دیدگیم من همین گفتم. یا احتیاج گیراماندگیم نیست گفتم. منم آدمی بی‌مردم. من اکرام جا من میدونم. من 28 ساله 4 فرزند کریماندگی بچه شهری. ایده از ساکنان در نزد حولیشان به تجارت مشغولند. بیم از آن دارند که نه تنها از خانه بلکه از یگانه منبع درآمدشان هم محروم میشوند. جواب بیکار میمونه، آدم سرسام میشه. ایلاجا شاید دوم نشود بهتر. جای خالی پول که بیاد، یک چه سر که بیاد، این مینه چه امیون میگیره. من وای طرف میایستد، این طرف میایستد، فقط واضح همین جور وای شد. حالا این بحث به دادگاه رفته است و جانب‌ها انتظار حلنامه آن هستند. کوشش بنیاد بناهای بلندآشانه در این منطقه در حالی است که لوله آب و تشناب ندارد و برقش محدود است.
نظر بیناکاران در این باره معلوم نیست. ساختمان بلندآشانه ها در بسیار مناطق تاجیکستان اکثرا بحث برانگیز بوده است. حالا شرکت های بیناکار به زمین های نزد شهری نیز توجه کردند. جماعت یاوه در کناره شهر خوجند جایگیر است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. اتحادیه اروپا در سالگرد سوم حمله روسیه به خاک اوکراین علیه مسکو تحریم‌های نو جاری کرد. با گزارش خبرگزاری رایترز این تصمیم را وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا روز 24 فوریه گرفتند. این دور 16 تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه است. دیپلمات‌های اروپایی هفته گذشته گفته بودند که تحریم‌های واردات آلومینیوم روسیه و بخش‌های دیگر از جمله 73 کشتی را هدف قرار می‌دهند. گفته می‌شود که مقصد از این تحریم‌ها محدود کردن سرچشمه درآمدی روسیه و سوس کردن ظرفیت‌های جنگی آن است. حمله روسیه به اوکراین 3 سال پیش 24 فوریه سال 2022 آغاز شد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 فوریه را فرا می‌گیرد. 26 феврали соли 1990 артиши иттиҳоди шӯравӣ ба тарк кардани хоки Чехословакия шурӯъ кард, вале барои пурра холӣ кардани ин кишвар аз 70 000 сарбозу техникаи низомӣ беш аз 1 сол лозим шуд. артиши шӯравӣ ки барои саркӯби эътирозҳои зидди коммунистӣ дар Прага соли 1968 гӯё муваққатӣ ба Чехословакия даромад, дар 22 соли ҳузураш дар ин ҷо аз тарафи бисёриҳо нирӯи ишғолгар арзёбӣ мешуд. дар авҷи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон 26 феврали соли 1995 интихоботи Маҷлиси Олии Тоҷикистон баргузор шуд ки бар асоси натиҷаҳояш онро парлумони боевикҳо ҳам меноманд, чун ба узвияти маҷлис чандин фармондеҳи фронти халқӣ ва зургӯҳо шомил шуда умури парлумонро дар даст доштанд. парлумони нав 176 вакил дошту 30 нафараш ҷангсолороне мисли Ғаффор Мирзоев, Қурбон ва Султон Чолувҳо, Ёқуб Салимов, Хуҷа Каримов, Суҳроб Қосимов ва дигарҳо буданд ки баъдан аксарашон зиндонӣ шуданд. бар канории ҷангсолоронро яке аз хидмат ва дастовардҳои президент Эмомалӣ Раҳмон меноманд. 26 феврали соли 1969 зодрӯзи Зебо Давлатшоева як рассоми манзаранигори тоҷик аст. наққошиҳои ӯ бо илҳом аз табиати зебои Тоҷикистон гирифта шуда чеҳраҳои зани суннатии тоҷик, муҳити деҳот ва кӯҳҳои баланд аз шеваи наққошии ошнои Давлатшоева гуфта мешавад. намунаҳои осори Давлатшоеваро дар осорхонаҳои Тоҷикистон ва ҳам китобҳои бачагона дидан мумкин аст. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه باز هم بالا رفته. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 125 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. خدا یار و یاور شما باشد.